امروز هم اومدیم و مجدد یک صفحه کردیم تخصیصی ها رو بکنیم بریم تو بکنیم. احتمالا صدا شاید خیلی واضح نباشه، اگه قرار باشه برسه میرسه، قرار نباشه برسه میرسه. صدای دریا زیاد. خب امروز هم اومدم توی غار و از صبح طلوع لذت بردیم. الان ظهر رد شده و اینجا نشستیم با دریا داریم اشتهار در این غار خوشگل. داستان هایی که امروز باز شد هم قشنگ بود برای من و خدا رو شاکرم بابت این همه دریافتی ها و این همه زیبایی ها. صبح با این داستان شروع شد که زمانی که شما جسم رو رد میکنی میتونی به روح برسی. این یک کلیتیه که خیلی میشه روش صحبت کرد. وقتی جسم رو رد میکنی به روح میرسی. یعنی چی؟ اینجا صدا اکو میگه، چی جالب. میارم اینجا صدا اکو 1 2 3 1 2 3 خیلی خوشگله اینجا. خب از اینجا اکو دار صحبت کنم. پس ما جسم رو بذاریم کنار. اوکی، چجور باید جسم رو بذاریم کنار؟ جسم چی داره؟ جسم حاوی پوست و استخون و گوشت و رگ و همه چی. لایه نازکترش احساساتمونه، غرایزمونه. پس اینا هم جزئی از جسم هست. یعنی اینکه بعد از رد شدن از نیازهای مادی و جسمی هستش که ما میتونیم برسیم به پشت قنبور. نه اینکه هیچ وقت نرسیم. تو خوابها نمونه نشون میدن، کد به همون میدن. یه سری هستن میگیرن، یه سری هستن نمیگیرن. ولی اگه ما بخوایم به صورت آگاهانه و هوشمندانه این کار رو انجام بدیم در اختیار خودمون، باید چیکار کنیم؟ کاری به کاسبی‌ها ندارم که آقا دوره آموزش پرواز روح، دوره آموزش فلان فلان فلان، اصلا همشون هم درست، ولی خیلی به نظر من راحت تر از این حرف هست. هم راحت هم سخته. سختیش در اینه که ما چون غرق در جسم و مادیات و نیازهامون و غرایزمون و احساساتمون هستیم، سخت ازش عبور کردن و باور نمی کنیم که اگه از اونها رد شیم پشت این داستان چه خبره. اون پرده میره کنار. یعنی یه چیزه که همه کد اینو دادن، در تمام ادیان، در تمام بزرگان کد اینو دادن. برای همون میشینن مدیتیشن میکنن که فکرشون کنترل بشه، بتونن نیازشون رو کنترل کنن. چه بهتر این که نیاز برطرف بشه. یعنی خیلی خوشتره که آدم نیازهاشم برطرف کنه. ولی موضوع اینجاست که من آدم‌هایی رو دیدم، هممون دیدیم، که بی نیازن از لحاظ مادی. یعنی اینکه پولشو داره، اعتبارشو داره، شهرتشو داره، غرایزش داره، به طرق مختلف داره برآورده میشه، خورد و خوراکشو داره، یعنی نیازی عملا نداره. ولی چرا پس اون شخص نمیاد پشت این داستان رو ببینه؟ به خاطری که تو اونا گیر کرده. پس اگر کسی صحبت میکنه که آقا اول باید پول، تو من خیلی این شنیدم که آقا دلت خوشه، اول ما اجاره خونه داریم، نمیدونم بچه کوچیک داریم، اینو داریم اونو داریم. اوکی حق دارن همه، ولی
به هر حال اینا جزئی از زندگیه. حالا شما تو این پروسه‌ای که داریم زندگی میکنین یک تایمایی بزنیم بغل. یه تایمایی بزنین بغل. نقاشی هم کشیده میشه اینجوری. بذار یکم بدم پایین. رسم شکلای قشنگی دارم میکنم. میگم این زندگیه. اینم بزنین بغل. یعنی این کادر ما از کجاست؟ از اینجا. اوکی. چه دور کادرم. خب اینجا میشه کادر. اوکی. عرض میکردم که در پروسه زندگی اینو که داریم میریم 1-2 دقیقه بزنیم بغل. تو این بغله حالا میخوای با مدیتیشن یا با هر چیزی بیاین به این برسیم که آقا ما فقط جسم نیستیم. ما یک خیلی بزرگتر از این جسمیم که داریم میگیم. این پوست و استخونه که نیست فقط. حالا دختر، پسر، زن، مرد فرق نمیکنه. قهرمان بادی بیلدینگ، ملکه زیبایی، این جسم تمام شد رفت. 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال رفت زیر خاک. پشتش چیه؟ این پشته رو ما کار داریم. این اصله رو ما کار داریم. این بریم سر وقت این چطوری؟ خب من درمانش رو تو طبیعت، یعنی درمان نمیشه اتصالش رو تو طبیعت دیدم. چرا طبیعت؟ چون فرکانس های طبیعت کاملا ارگانیک. هر چقدر هم سیخش کنن نمیتونن عوضش کنن. درسته تو شهرمون ما خوش کردن همه چیزو، همه داستان ها رو، ولی وقتی یک جایی مثل اینجا که آب هست و این آب به کل دنیا، ببین به کل دنیا میرسه، یعنی یه قطره این آب تو کل دنیا پخشه. مثلا این چی؟ یعنی انرژی کل دنیا رو این داره و این آب شستشو میکنه. یعنی عملا یک فرکانسیه که کسی به این راحتی ها نمیتونه کنترلش کنه. پس باید اطمینان کنیم به این فرکانس و وقتی که به این فرکانس اطمینان کنیم و خودمون رو به دست این بسپاریم، بدون حجاب، بدون لباس، بدون هیچ چیزی، این خودش تصفیه میکنه. فرق نمیکنه. حالا بهترین جا که دریاست، تو جنگل هم خیلی خفنه. جنگل هم شما قشنگ چون ریشه ها و هم دیگه کانکت هستن، ریشه های تمام دنیا میتونن اون هیلینگ و اون پاکسازی رو انجام بدن. این بزرگترین پاکسازیه که هم از لحاظ جسمی، از لحاظ ذهنی، از لحاظ عاطفی، از لحاظ روحی به شما کمک میکنه. این از نکته بعد. حالا ما جسم رو پاک کردیم، باید ببینیم روح چی میگه. صحبت کائنات با ما توسط نشانه ها صورت میگیره. یعنی شما زمانی که رفتی تو گفتمان روح، حالا اینها حتما بعدها بازش میکنم، وقتی رفتی تو گفتمان روح، اونجا با کد، با تمثیل، با نشانه با تو صحبت میکنن و موضوع اینه که شما بتونی ترجمانش رو برگردونی توی جسم و توی امورات زندگیت و بین افراد مختلف اون رو پخش کنی. شما وقتی گفتمانت با طبیعت یکی میشه، وقتی که فرکانس درست طبیعت توت میشینه، حالا میخواد 432 باشه، عدد مقدس 369 باشه، نه 963 باشه. ببین تسلا میگفت 3 تا عدد داشته باشین از من. 369 فرکانس دیگه، فرکانس طبیعت، فرکانس خلقت
آفرینش مبدأ 963. اصلا یه چیز خیلی خفنه این اعداد. حالا ترجمانش اینه. این مرحله جسم رو رد کنیم دیگه ما نیاز به ترجمان این هم نداریم. عددی. پس ما در داخل یک فرکانس درست وقتی که قرار میگیریم باعث پاکسازی میشه. پاکسازی جسم، پاکسازی احساسات، پاکسازی روح. پس برای همون شما حتی نادانسته و ناآگاهانه در طبیعت حالتون خوب میشه. حالا اگر اینو آگاهانش کنین چی میشه؟ خیلی خفنه. خیلی خفنه. لذت میبرین دیگه. شما الان اگر اینو آگاهانش کنین، مثال میزنم الان جلو چشتونه، خداوند یه همچین لوکیشنی رو بهت میده، جایی که هزاران در هزار دارن زندگی میکنن ولی اینجا رو پیداش نکردن. چرا من پیداش کردم؟ به خاطر که من توسط این انرژی من بدن رو پاک کرده بودم دیگه. انرژی رو وقتی که دریافت میکنم دنبالشم میرم. یعنی من نشونه ها رو بیخیال نمیشم، انرژی ها رو بیخیال نمیشم، بهش جواب میدم، دنبالش میکنم. خداوند ماهی میندازه بالا من فرد میگیرمش. حالا از دستم هم در میره، در حال این جسمه، ولی تو حالت روح که میاد دیگه چیزی در نمیره، یه چیزی هم به دست میاری دوباره. و این قشنگی داستان اینه. بعد شما وقتی که اون کانکت اتفاق میفته، اون پاکسازی اتفاق میفته، شما زندگیت هم خوب میشه. یعنی اصلا امکان نداره زندگی خوب نشه، امکان نداره فراوانی نیاد سمتت، امکان نداره پول نیاد، رابطه خوب نیاد، اصلا نمیشه. شما وقتی که در فرکانس عشق نفس بکشی، با عشق زندگی کنی، پاکسازیه رو بیای تو طبیعت انجام بدی، با هر چقدر مشکلات، منی که دارم صحبت میکنم از زیر زمین دوباره جوون زدم اومدم. خیلی زمان برد تا من فهمیدم داستان از چه قراره. هنوزم ادامه دارم، داستان ادامه دارم. هر کسی فهمید من، هر کسی گفت من تهش رو دیدم، باید بهش بخندید، چون هیچ وقت تهی نداره. اصلا داستان انقدر زیباست، انقدر جذابه که شما هر چی میری جلوتر میبینی به شگفتی‌های جدید، شگفتی‌های جدید. قشنگیش هم به همینه، به همین شگفتانه کردنه، به همین سورپرایز کردن است. فکر میکنی خیلی چیزی بلدی، یهو یک داستانی برات به وجود میاد، اوه به این تا الان هیچی من نمی‌دونستم. از استاد بازی و شاگرد بازی اینا رو یک کمی متوقفش کنیم. بزرگترین استاد درون خودمونه، روح بزرگوارمونه، بزرگوارتونه که مستقیما اتصال داره به منبع هستی، خدا، کائنات، هرچی. چی از این زیباتر؟ رفتیم پایین. دلم میخواد یه روزی همه اینو متوجه بشن، همه حال کنن با خودشون. یکی از دوستا صحبت میکردیم، میگم من دارم با خودم حال میکنم دیگه، به بقیه هم کاری ندارم. خودت، فقط خودت. گفتم اوکی، ولی به نظر من اگر آدم همه چیزو برای خودش بخواد و هر دریافتی که داشته برای خودش نگه داشته، به کسی ارائه نداد، این عین خودخواهیه. این عین اینه که شما یه چیزی گرفتی و مسدودش کردی. دنیا، زبان کائنات بده بستونه، بده بستونه. یعنی شما اگه یه آگاهی گرفتی باید در اختیار بقیه قرار بدی، نه اینکه بگی من الان استادم و فلان. در اختیار قرار بده. اون کسی که باید بگیره میگیره، اون کسی که قرار لایکت کنه لایکت میکنه. اصلا هم مهم نیستش که چند تا لایک. شما یک لایک با کیفیت، یعنی این که شما گلتو زدی، بتونی یک انتقال آگاهی انجام بدی، شما گلتو زدی.
دمتون گرم بچه‌هایی که یه سری جاها رسیدین و به بقیه هم میگین. دماسنج و معیار حال خوبه. اگه حال خودتون خوبه، اگه حال دور و بریاتون رو خوب میکنین، یعنی دارین درست میرین مسیر رو. ولی اگه حال خودتون خراب میشه، حال دور و بریاتون رو خراب میکنین، یعنی اینکه یه جا ایراد داره، یه جای کار درستش کنین دیگه. اگر نمیدونین کجای کار ایراد داره، برین تو طبیعت، خودتون رو بدین تو طبیعت، لخت کنین تو طبیعت. لخت مادرزاد، لخت مادرزاد. چرا؟ به خاطری که به این نتیجه برسین که بابا این هم لباسه، این بدن این پا هم لباس. دوستش داریم ها، داره این روحمون رو حمل میکنه. بودو ولی یک لباسه. تو طبیعت هم لباستو در بیار، این یادت باشه که آقا این جسمت هم یه لباس. برای خودت اینو باز کن تا بعد توی طبیعت آمادگی پذیرش رو پیدا کنی. من اینجا توی این غار کاری که میکنم، میرم زیر اینا خودم رو دفن میکنم، یعنی اینکه خودم رو خاک میکنم، یعنی اینکه میمیرم، یعنی اینکه جسمم رو پاک میکنم. خیلی راحت اینجوری. اینو امتحانش کنین اصلا. او یارو پا میشه میاد دریا، کفششو در نمیاره کنار ساحل. از این فرکانس خفن، از این انرژی چه بهره میخواد ببری؟ اوکی هواش هست میاد، ولی اینجاست که تو رو، بدن تو رو قلیایی میکنه. بدن باید قلیایی باشه، یعنی 1000 تا درد مرض میگیری. بچه اینایی که تو طبیعت زندگی میکنن و وصلن به طبیعت، عمرشون هم زیاده، مریضی نمیگیرن. خیلی راحته دیگه. بدناشون رو قلیایی میکنن، ارگانیک هم که غذا میکنن. به نظر من شما اصلا آشغال بخور، بیا توی این شنواسه قرار بگیر، بیا خودتو دفع کن، اصلا بدن قلیایی میشه. شما دیگه مریضی نمیگیری، شما دیگه هیچ درد و مرض نمیگیری، چون فرکانس‌های بدن درست میشه. زمانی که بدن اسیدیه، فرکانس‌ها همه به هم میریزه، سرطان میاد، کوف میاد، زهرمار میاد. تا زمانی که قلیایی باشه که اتفاق نمیفته برات. این که دیگه یه بحث علمیه. چه موج خفنی بود. حلزونه که نه تو تصویر نیست. حلزون چند تا اینجا حلزون دارم من، حلزون خونی، پت خانگیه. اینجا زندگی میکنم برای خودش. فلزا صحبت خیلی زیاده، ولی من از اونجا که دارم دلی میگم مطمئنم که به دلت میشینه و این عشقی که دارم میکنم و سعی میکنم تو کلماتم بیانش کنم تا بشینه به روح شیرین و مقدستون و یک گام برداریم. تو با دقت کنین چند تا لاک پشت این دور و بر میان سرشون میارن بالا. خیلی باحال. لاکی جون، پس عشق من اینه که همه حالشون خوب باشه. خودم که دارم حال میکنم تو زندگی، نه اینکه بگم مولتی میلیاردرم و همه چی. اما اصلا حال کردن من دلیلش رهاییه. حال کردن من از تنهاییام اومده، از تنهاییام گذر کرده. برای همون الان تو این غار من صبح تا شبم و شب تا صبحم رو بخوام بگذرونم خسته نمیشم، لذتمو میبرم. امروز یه اتفاق خیلی جالبم افتاد. امروز خیلی باحال بود. غذا آورده بودم که اینجا بخورم، نون نداشتم. بعد چون کلو اومدم نون نداشت، یهو کنارم یک سری خانوم ها اومدن که نون میپختن و نونم جور شد. به همین راحتی.
و همین راحتی شما وقتی که فرکانس میره بالا به همین راحتی نون بهت میدن، ماهی بهت میدن، غذا بهت میدن، پول بهت میدن، شهرت بهت میدن. هر آنچه که در مسیرت بتونی درست استفاده کنی. این نیت خیلی درست، خیلی مهمه. خدا من بهت میده. مگر این دریا شما یک وجب برداری ازش چیزی کم میشه؟ آگاهی امروز بود اینجوری گفتم. یا آقا این کل کائنات، شما میگی من پول میخوام، بفهم. ماشین میخوام، بفهم. خونه میخوام، بفهم. زندگی میخوام، بفهم. بچه میخوام، بفهم. دیگه چی میخوام؟ شهرت میخوام، بفهم. دیگه چی میخوام؟ دیگه چی میخوای؟ بابا این همه است ریخته. تو فقط نیتتو درست کن بخواه. بیا چیزی من کم شد از کائنات. محدودیتی نداره کائنات که محدودیت ها تن ماست، تو ذهن ماست محدودیت ها. بیا خدا من همینطوری پاش پاش میکنه نعمتاشون. بیا بفهم کدومشو میخوام. اینجا گودال هم بشه باز دوباره اون آب اقیانوس برای تو شنواسی میاره، کاری نداره که. بیا اینا رو بیا برد، همه اینا مال شما، همه مال شما، همه نعمت رو برد. خب جاش پر میشه دوباره، شک نکن این جاش دوباره پر میشه. پس کم نخواین، زیاد بخواین، و وقتی هم میخواین نیتتون رو درست کنین. نیت، نیت خیلی مهمه بچه. نیت، فقط نیتی که میتونه همه اتفاقات خوب و رقم بزنه، حالتو خوب کنه. نیت وقتی که این باشه که حالت وقتی که خوب شد بقیه هم حالشون رو خوب کنی، یه اتفاق میفته. صدا رو بده، ساز میزنه اصلا، گوش بده سازو. خیلی خوشگله، خدا شکر. بریم که به اشبال خودمون برسیم. امیدوارم که عشق رسیده باشه. یه کمی از دور بگیرم کلاه ما، اینم که وسایل ما، اینم که میز غذاخوری ما، اینم بار، و اینجام که کانکت شده بودیم. نه اینجا خودمون دفت میبینیم قشنگ دفت، بعد یه آدمی زاده اینجا اونجا همش دفت. جسم و احساس و روح باید یه تایمایی دفت کرد تا برسیم به اون روح قشنگه. اونجا رو ببین. آی الماسای خود من زوم کنم روش. شاین داره. چی شد؟ لذت میبری. خیلی خوشگله، خیلی خوشگله. آفتابم بزنه تو چشممون. خیلی خوشگله. ساعت اختصاصی نبود، انجام آب میزنه، عالیه. جای همه خالی. قلب اومد، قلب طبیعت قلب میده.
وقتی کار درست میکنی طبیعت بهت قلب میده. امتحانش کنی، امتحان کنین قلبای طبیعت ببینید. طبیعت بهتون نشونه میده، خدا هم بهتون نشونه میده، همیشه نشونه میده، فقط کافیه که بگیرینش. اینو نگیریش دوباره برمیگرده. خیلی خفنه. آرزوی حال خوش، حال خوش همراه با عشق. حال خوش عشق است. عشق در فرکانس عشق باشید.